سلام، خیلی خوش اومدید به شبیه ساز جنگ رو عراق. امروز اومدیم بریم شبیه ساز جنگ رو سمت مرز عراق. واقعا الان اعلان جنگ دادم بهش زوده. الان بهش اعلان جنگ بدم دیدم تو سرم گفتم این ذره بزنیم بهش تمیج بود. عراق و بگیرم اصلا کنم حل میشه. بزنیم بره ویدیو، بزنیم بره داخل بخش. خب امیدوارم فقط مصر سقوط نکنه. من عراق رو بگیرم مصر سقوط نکنه. آمریکا چیکار کنم؟ آمریکا خب من نیروامو بیارم اینجا دیگه اعلان جنگ رو بدم دیگه. حالا یعنی اعلان جنگ دادنی شدن دیگه انقدر نیرو زیاد باشه. چیگی خب عراق رو پیدا کنیم اینجا. عراق خب شاید دیگه واقعا شروع شده. بزنم خب یعنی چی؟ بزنیم وقت بازی بیاد. بریم ببینیم چی میشه. باشد که خداوند همراهمون باشد. این جنگ و پیروز باشم خیلی عالی میشه. این جنگ و پیروزی واقعا عالی میشه که خیلی خوب میشه. این جنگ و پیروزی خب من اینجا بزنم بارون کنم. توپس چرا این دمیج خورد؟ یه شات دیگه بزنیم. من دیویژن رو بیارم اینجا. یه جرنالم که دارم که خیلی نیروز زمینش قوی باشه بیارم اینجا. خیلی نیروز زمینش قویه. اینو بیارم اینجا. اینو بزنم واسه این جرنالش باید چی داره که از جرنال منم ضعیفتر پس چون نمیزنه بش خاک تو سر بزنش یه همه نکن. تو همه چی استعداد داره این عوضی. سطح 3 داخله واقعا نمیشونی داره اینطوری کنه. درست نمی جنگی گیج بازی در میاد. چرا دارم میبازم همین نیرو یعنی برقمه باید عراق 100 بار سقوط میکرد. لعنت به این شانس. این بازی وقتش خراب شد. باید عراق 10 بار سقوط میکرد. 1000 بار سقوط میکرد. البته عراق اون موقع خیلی قوی بوده. هنوز صدام نیومده بوده. هنوز پرچمش هم عوض نشده بوده. صدام اومد پرچم عراق هم عوض شد. بریتانیای کبیر اونجا مشاهده میکنید. من اومدن امیدوارم بتونم تو رو بزنم. گفتم خدا برمیزد طبیعی بودن دیدم به تو خوره. بزنیم یه دونه نیروگاه رو بگیریم. عراق سقوط کرده.
یه دور نیروگاه فقط باید گرفت. با گوشیم زنگ خورد. بریم ادامه جنگ. اوه من اصلا حواسم به اینجا نبود. به در سوخته. مثل این که شوروی هم اومد خراسان ترکیه رو گرفت. مثل این وقت بازی بره خیلی بازی رو کم کنم. وسط لهستان موشک زد. خب چی میشه این جنگ؟ من میبرم یا عراق؟ ولی عراق خیلی قویه. تو این مود عراق خیلی قویه واقعا. حتی میگم با ایران، از ایران قوی تره. حتی اینجا بزنم کار به اون نیراش نرم. من اینجا بزنم سقوط عراق اصلا حتمیه. باید بزنم دیگه. نیرو هم زحمت بکشم بزنم. خوب میشه. خب مثل اینکه دیگه عراق سقوط کرد. نیرو هوایی. مرسی که این ویدیو دیدید بچه‌ها. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بدرود. خداحافظ.